توی کشور سنگاپور چند نفر میرن پیاده روی و یک عروسک خیلی عجیب پیدا میکنن. این عروسک چشمش با یک پارچه بسته شده بود و روی پارچه نوشته بود بسم الله. این عروسک بینامونشون که به یک درختی که داده شده بود هر چند وقت یک بار جابجا میشد و جاهای مختلف شهر میدیدنش و حتی چند نفر از کسایی که اونو از نزدیک میدیدن میگن که از یک صدای یک زن میان سال شنیدن. خیلی ادعا میکنن که صاحب اول این عروسک متوجه جن زده بودنش میشه و برای اینه که بیشتر از اون اذیتشون نکنه و چشماشو میبندن و یه جایی رهاش میکنن که نتونه پیداش کنه و همون آدمو میگن که هر کسی چشم عروسک رو باز کنه اون موجود وحشتناک که داخل عروسک رو آزاد میکنه و اون روح خودش رو تسلیم میکنه. این عروسک عجیب و غریب از سال 2015 به این ور دیده نشده و معلوم نیست کجاست.